به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. بنده کار با کانال مولتی ریاضی مولتی فیزیک ادامه دادم. صفحه 20 ریاضی 11 فنی هستیم. میخوایم کار در کلاس 5 رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بچه‌ها کار در کلاس 4 رو در ویدیو قبلی براتون حل کردیم. میتونید برید و نگاش بکنید. خب سوال 1 گفته بازه 1 تا مثبت بی‌نهایت را روی محور نمایش دهید. محور رو براش رسم بکنیم. مثبت 1 اینجا هم تقریبا میشه مثبت بی‌نهایت. بچه‌ها نگاه میکنید، باز هم خیلی تو ویدیوهای قبلی تکرار کردم این قضیه رو. وقتی کروشه رسم میکنیم یعنی اینکه یک من نباید فرار کنه و توی بازه من وجود داره، پس براش باید یک نقطه توپر بذارم. خب تا مثبت بی‌نهایت باز. چرا برای بی‌نهایت ها باز میذاریم؟ یعنی کروشه نمیذاریم، براشون پرانتز رسم میکنیم، چون ما هیچ نظریه‌ای در مورد بی‌نهایت نداریم، نمیدونیم چه عددیه، نمیدونیم انتهاش کجاه، هیچ اطلاعاتی درش نداریم، پس براش باز میذاریم، براش پرانتز میذاریم. خب پس اگر بخوایم اینا رسمش بکنیم این همینطور ادامه داره، ولی نمیدونیم دیگه تا کجا ادامه داریم و تمام این حالا این قسمت ها میشه عضو بازه ما. سوال 2 گفته بازه 1 تا منفی بی‌نهایت. حالا فرق این دوتا خیلی کوچیک و ریزه ها ولی بسیار مهمه. رسم کنیم براتون. میگیم منفی 1 تا منفی بی‌نهایت. خب فرق این با بالایی چیه؟ بی‌نهایت ها که گفتیم باید باز باشه، هیچ. اما فرقشون چی هست؟ توی یکش هست. اینجا یک من بازه، چون بازه یعنی پرانتز هستش، یک من فرار میکنه میره بیرون. پس الان یک و براش باید تو خالی رسم کنم، برعکس بالا که تو پر رسم کردم. پس این تو خالی هستش تا منفی بی‌نهایت و میشه تمام این مقدار. سوال 3 گفته اجتماع این دو بازه را روی محور نمایش دهید. اجتماع این بازه چه مجموعه‌ای است؟ خب بریم حالا همه رو با هم کنار هم رسم کنیم. اینا رو جدا جدا رسم کنیم. اگر مثلا این قسمت ما باشه و چون دوتاش روی مثبت 1، من این رو منفی 1 نوشتم، عذرخواهی میکنم. مثبت 1 داشتیم مانور میدادیم، مثبت 1 رو براش مشخص بکنیم. اینجا میشه مثبت بی‌نهایت و اینجا هم میشه منفی بی‌نهایت. اولیه چی بود؟ اولیه گفتیم از مثبت 1 تو پر برو تا مثبت بی‌نهایت، میشه این مقدار. و بعدی رو براش پایینش رسم میکنم که قشنگ متوجه قضیه بشید. بعدی به من گفتش که از مثبت 1 که تو خالی هم بود، من حالا اینجا براشون رسم بکنم، تو خالی هم بود برو تا منفی بی‌نهایت، من میشه این مقدار. اجتماع یعنی چی بچه ها؟ اجتماع یعنی یه همچین شکلی داره، آدم خیلی اجتماعی هستش، خیلی خوشحاله، دوست داره همه دور هم جمع بشن. اگه همه اینا دور هم جمع بشن بچه ها چه مجموعی رو داره به من نشون میده؟ الان همشون رفتن با هم دیگه دوست شدن، همشون، چون این یه نقطه تو پره و این یه نقطه تو خالیه، اینم پر میشه دیگه، نقطه مثبت 1 هم هستش دیگه. کل مجموعه من میشه از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. خب میشه کل اعداد آر دیگه، کل مجموعه اعداد آر من. پس اجتماع این دو بازه چه مجموعی هستش؟ مجموعه آر رو داره به ما نشون